محترم رئیس، مهمانان عالی قدر، شما را به دیار شاعر میرزا ترسونزاده خصوصا قدم جای شاعر خوش آمدید میگوییم. ما در روحیه صاحب استقلالی تاجیکستان عزیز به کمال میرسیم و شکرانه از دولت و دولتداری میکنیم. باری دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. روز 22 اپریل رئیس شهر ترسونزاده به دهه قراتاغ بوستانی تشریف آورد. راهبرت شهر با مقصد سپردن دیپلم محله بهترین همراه ساکنان دهه ملاقات انجام داد. باید گفت که دهه قراتاغ در میان 126 دهه یکی از بهترین ها حسابیده شد. دیپلم محله بهترین را رئیس شهر ترسونزاده در یکجایی با نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر به ساکنان دهه سپرید. ضمن دایر ساختن یک چرابینی فرهنگی راهبرت شهر از شرکت فعالانه مردم دهه قراتاغ در برگزاری عید نوروز امسال اظهار منتداری کرد. سجادین سلامزاده رئیس شهر تاکید داشت که زحمت‌های شبانه روزی ساکنان دهه قراتاغ و اشتراک فعالانه آنها ضمن تازگی و آبادانی و دایر ساختن عید نوروز امسال شایسته تحسین آفرین است. سه دهه بهترین در شهر ترسونزاده دانسته شد. از 126 دهه یکیشان دهه بهترین قراتاغ. بار دیگر هر یک شما را به این من تبریک میگویم. دهقان اصیل نامدار حاجی کمال مدامرف که رئیس شهر را همراهی نموده بود سخنرانی کرد و گفت که ساکنان قراتاغ بوستانی مردم مهمان نواز و فرهنگ آفرند. من وقتی که به دهه شما آمدم خیلی هم هوای فورامش را احساس نمودم. شمایان خوشبختید که در یک گوشه بیشتاسای وطن زندگی دارید. این دهه جای آدمان بزرگ است و من فکر میکنم که با شرافت بزرگانش اینجا نظر رباست. من چی گفتنی هستم؟ ما باید شکر کنیم. شکرانه از فضای آزادی وطن نماییم. از جانب هنرمندان نمایشنامه‌های فرهنگی پیشکش حاضرین گردانیده شد. ساکنان دهه قراتاغ بوستانی از تشریف رئیس شهر ترسونزاده بسا بالیده خاطر گردیده ابراز نمودند که آینده نیز پی عملی سازی دستور و هدایت‌های راهبرت کشور کمر همت می‌بندند. به دهه خوشمنظره قراتاغ بوستانی خوش آمدید می‌گوییم. گزارش دلشاد رحمانов و سیفالدین ابراهیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.